واقعا دیگه جنوب خیلی گرم شده. بذار یه ماشین بگیرم برم شیراز، هم هواش خنک‌تره هم ایرانو میبینم. بذار اسنپ بین شهری بگیرم. چرا اینقدر صدا میدی؟ بابا خب زودتر بگو. دست در نکنه. خب ماهی گنده طرف دهنت ورم داری همین میشه دیگه. خداحافظ. کلاغ بود فکر مرغ دریایی. اسنپ پیدا شد. ماشین بتموبیل، اسم یه چیز سیاه. این دیگه چه سمیه. آقا خسته نباشید. ممنونم. جسارتا شما اسمتون یه چیزه، فامیلیتون سیاه؟ نه من کلن یه چیز سیاه. میشه بیشتر توضیح بدین یه چیز سیاه چیه؟ من متوجه نمیشه. سیاه بودن یه رازه. من آدم رازداریم، فقط یه اسم بهم بگو. موچی میخوری؟ وای موچی، بله مرسی. چرا اینقدر سفته؟ آره سفته ولی سیاه نرمه. سیاه توبه. سیاه نرمه. سیاه توبه. سیاه خیلی جونه. سیاه مهربونه. سیاه مال امانه. سیاه زعفرانه. سیاه نرمه. سیاه توبه. وایسا میگم برای چی موچی سفته؟ یعنی چی؟ خب برای آهنگه. تو نمیدونی موچی نقطه ضعف منه؟ داداش من اسنپم کافی شاپ شالا نیستم. نون سنگکای زندگیت بیاد شه. برای چی نون ما را آجر میکنی؟ موچیتم میخورم چشت درا. بابا موچی منو بده.